امامعلی رحمان طرفدار امروز شدیداً طرفدار استقلالیت است، چون بعد دید که استقلالیت به او چی داد. استقلالیت به او قدرت داد، ثروت داد، بایگری داد. اگرچه در اول خیلی مخالف بود و استقلال خواهان را زندانی کرد و کشت و نابود کرد، اما استقلالیت را همونطور که علیم هم گفت به معنای آن میفهمد که باید فقط خودش و عائلش مستقل باشند، استقلالیت داشته باشند و اونم استقلالیت از قانون و از ملت. نه قانون نه ملت او را نظارت نکنند، از او حساب و کتاب نکنند و او استقلالیت کامل داشته باشد. اما اینکه او تاجیکستان را، ملت را مستقل بگرداند یا مستقل تصور کند از ابرقدرت‌ها، از نفوذ کشورهای دیگر، از وابستگی اقتصادی کشورهای دیگر، از آن که دیگر ملت تاجیک مهاجر نشود و عملاً غلام نشود در یک کشور دیگر، چون بسیاری از شهروندان ما واقعا در یک شرایط غلامی به سر میبرند.